اگر جوان امروز درست تربیت شد، آینده این مملکت حفظ می شود از همه ناحیه ها، از همه گوشه ها، از نگاه علم، از نگاه اقتصاد، از نگاه استقلال، از نگاه آبرو و عزت. و اگر جوان امروز درست تربیت نشد، اگر جوان امروز برای آینده‌ای که در انتظار اوست آمادگی نداشت، آمادگی علمی، آمادگی فکری و روحی، آینده از بین رفته است. ما باقی مانده های نسلی هستیم، نسل پیشین اسلام، که جوانای آنها جوانای 15-16 ساله که امروز به اونا جوان نمیگن، حتی نوجوان هم به اونا نمیگن، به اونا میگن بچه، به اونا میگن خردسال، به اونا میگن طفل. همین کسانی که ما آنها را امروز به عنوان طفل میشناسیم، دیروز آنها را به عنوان جوان میشناختند، به عنوان بهترین فرماندهان، بهترین دانشمندان، بهترین علما در هر بخش. در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم شخصیت به نام اسامه یک جوان است، تربیت یافته مکتب رسول الله صلی الله علیه و سلم. وقتی که لشکر قوی و نیرومند و بزرگی را پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میخواهد بفرستد از مدینه منوره، در مقابل قدرت‌های بزرگ آن زمان فرمانده این لشکر کی است؟ اسامه. همین جوان چند سال دارد؟ 18 سال. وقتی که هندوستان او زمان که پاکستان هم جز او بود، هندوهای او زمان حد که حرمت زنان مسلمان را می کند، فرماندهی که هندوستان را فتح می کند، عزت مسلمان ها را بر می گرداند، حفظ می کند و میلیون ها نه صدها میلیون مسلمان امروز در هند و پاکستان و بنگلادش در گرو احسانات و تلاشای اوست. یک جوان 17 ساله هست، فقط 17 سال. ما باقی مانده های همون نسلیم، همون مکتبیم. در همین کشور من و شما جوانای عجیبی داشتیم در بخشای مختلف. شاید نام ابو علی سینا را شنیده باشیم، ابن سینای بلخی، شیخ الرئیس، سلطان الاطباء، پادشاه همه دکترهای زمان خود، در 18 سالگی به عنوان سلطان الاطباء، پادشاه دکترها شناخته میشد. از همین مملکت، از همین ملت، از همین جغرافیا. جوانای امروز ما را چه شده است؟